چند روز پیش تو مراسمی برنامه‌ای مثل این برنامه یه جوانی آمد بعد از برنامه تو بغل من، احساس کردم که شراب خورده، مست، سکرانه، بوی دهنش. گفت شیخ خیلی دوست دارم، اجازه میدی ببوسمت؟ مست بود، سکران بود. گفت خیلی دوست دارم، اجازه میدید که بیام تو آغوشت و ببوسمت؟ گفتم بیا، محکم بیا و محکم منو ببوس. یه تعداد دوستان رفتن طرفش که این کسی که سکران از من دور بکنن. اون مست هوشیار بود. اگه شراب خورده من مقصرم، اگه شراب خورده امام جمعه مقصره، اگه شراب خورده روحانیت مقصره، بزرگترا مقصرن. گفتم شما بین من و این عزیزم دخالت نکنید. اون شما رو نمیبوسه، تو آغوش شما نیامده، تو آغوش من آمده. ما باید امیدی باشیم برای اینا. بعد یکی از دوستان بهم گفت همین آقایی که شراب خورده رفته یه کارتی کشیده، یه مبلغی خیر کرده. ما مستای هوشیار داریم و هوشیاران مست و سکران داریم. ما پاتوق سالم ایجاد بکنیم.